این یکی از بزرگترین اشتباهات والدینه. سلام، من لیلا لگزیان هستم، روانشناس کودک. امروز میخوام باهاتون در مورد طرحواره‌ها صحبت کنم و اینکه چه چیزهایی، چه عواملی باعث به وجود اومدن اونها میشن. لطفاً منو سابسکرایب کنین تا آخر ویدیو همراه هم باشین و نظراتتون رو برام بنویسین. تا حالا چیزی درباره طرحواره شنیدین؟ میدونین طرحواره‌ها چی ان و چطور به وجود میان؟ ما 4 دسته نیاز اساسی داریم که اگر در کودکی به هر دلیلی به اونها توجه نشه، باعث به وجود اومدن یه سری طرح‌ها یا طرحواره‌های زیر مجموعه اون نیاز میشه. ما در مجموع 18 تا طرحواره داریم که همه اونها در کودکی ایجاد میشن و تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنن. امروز میخوایم درباره یه مامان وسواسی صحبت کنیم و ببینیم وسواس مامان باعث به وجود اومدن چه طرحواره‌هایی توی بچه میشه. مامانا ممکنه نگرانی‌های زیادی درباره امنیت و سلامت بچه‌هاشون داشته باشن. مثلا ممکنه از آلودگی یا آسیب دیدن بچه‌شون خیلی بترسن و این رفتارها حالت وسواسگونه پیدا کنه. مخصوصا از زمان کرونا به بعد احتمالاً ما مامانای وسواسی بیشتری رو میبینیم. یه مامان وسواسی دائم داره به بچهش تذکر میده. مثلا وقتی بچه داره غذا میخوره، همش با یه دستمال دور دهن بچه رو پاک میکنه و بهش میگه مراقب باش غذا رو لباست نریزه. مراقب باش زمین رو کثیف نکنی. وقتی بچه بدو میکنه، زمین میخوره، گرد و خاکی میشه، به جای اینکه بچه رو بغل کنه و آرومش کنه، اول دستاشو تمیز میکنه، گرد و خاک لباسشو میتکونه و همچنان داره بهش میگه که چرا مراقب نیستی؟ ببین لباست کثیف شد، ببین شلوارت خاکی شد. در واقع اون کودک متوجه میشه که فقط وقتی مامان دوستش داره که تمیز و مرتب باشه، همه چیز کامل باشه و در واقع به جای اینکه اون بچگی کنه مثل یک بزرگسال آروم سر جاش بشینه و هیچ کاری انجام نده. کودک دائم با سرزنش روبرو میشه، یه طرح توی ذهنش شکل میگیره و همش بهش میگه که من خوب نیستم، من همیشه یه ایرادی دارم، من به درد نخورم. و متاسفانه این تذکرها در تمام طول دوران کودکی و زندگی اون بچه ادامه داره و این تجربه های مسموم دوران کودکی باعث بروز یه سری الگوهای فکری و حسی منفی در کودک میشه و تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. در واقع مامان وسواسی باعث به وجود اومدن 4 دسته طرحواره توی ذهن کودکش میشه. یکیش وابستگیه. به دلیل اینکه مامان وسواسی از خرابکاری میترسه و دلش نمیخواد هیچ جا به هم ریخته یا نامنظم بشه، دائم به جای بچه کارا رو انجام میده و باعث میشه این فکر تو ذهن بچه به وجود بیاد که تنهایی نمیتونه کاراشو انجام بده و همیشه باید یه نفر کمکش کنه. دومین طرحواره شرم و نقصه که از همون سرزنش‌های زیاد میاد و باعث میشه که بچه فکر کنه که کامل نیست و همیشه از یک چیزی خجالت بکشه. طرحواره بعدی معیارهای سختگیرانه است که میگه اگه کامل نباشی ارزشی نداری. و 4مین و آخرین طرحواره گسیختگی روابطه که از کنترل کردن زیاد میاد و اهمیت ندادن به حس کودک. یعنی مهم نیست تو چی میخوای، پس لازم نیست حرف بزنی. وقتی که کودک توی هر کدوم از این 18 تله یا طرحواره گیر میفته، یه سبک مقابله‌ای هم براش پیدا میکنه که فکر میکنه یه جور راه فراره، اما در واقع دائم داره اون طرحواره رو تشدید میکنه. در کل ما 3 تا سبک مقابله‌ای داریم: تسلیم، اجتناب و جبران افراطی. در سبک مقابله‌ای تسلیم، ترسی که طرحواره برای فرد به وجود میاره رو حقیقی و واقعی میبینه. یعنی در واقع ترسی که طرحواره شرم و نقص برای کودک به وجود میاره از این که کسی دوستش نداره یا همیشه یه ایرادی داره رو حقیقی میبینه و خودش هم توی ذهن خودش اینو تایید میکنه. کودکی که با سبک مقابله‌ای تسلیم بزرگ میشه دائم در همون جهت قدم برمیداره و هر چیز مربوط و نامربوط رو طبق طرحوارش تعریف میکنه. یعنی همه چیز رو به این دید نگاه میکنه که داره بهش میگه به درد نخور و ناکارآمده. افراد دارای سبک مقابله‌ای تسلیم همیشه از تقصیر منه استفاده میکنن. هر انتقادی رو میپذیرن، دائم عذرخواهی میکنن و در کل شخصیت ضعیفی دارن. سبک مقابله‌ای بعدی اجتنابه که فرد همه تلاشش رو میکنه از درد و رنجی که طرحواره براش به وجود آورده فرار کنه. در واقع از تمام موقعیت‌هایی که طرحواره‌اش رو فعال میکنه گریزونه.
مثلا دائم از صحبت کردن در مورد مشکلاتش تفره میره و اصلا دلش نمیخواد بشینه و درباره مسائلی که اذیتش میکنه حرف بزنه. این افراد به شدت مستعد اعتیاد و مصرف الکل هستند. آخرین سبک مقابله‌ای هم جبران افراطیه. در جبران افراطی فرد تمام تلاشش رو میکنه تا در مسیری مخالف طرحوارش قدم برداره. یعنی در واقع میخواد به خودش ثابت کنه که حرفهای توی ذهنش واقعی نیست. این رو هم باید بگیم که هیچ پدر مادری قصد به هم زدن آرامش روحی و روانی کودکش رو نداره و تمام این مسائل ناخودآگاه اتفاق میفته.